کشتارهای خونین در مناطق شمالی زد و ساکنان این مناطق را از خانه‌های خود بیرون راند. این حرکت نتانیاهو بیانگر آن است که او علاقه‌ای به مذاکرات آتش بس ندارد و به دنبال تخریب خانه‌های باقی مانده در این منطقه است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال به دست گرفتن کنترل نوار غزه است. روزنامه سوری الوطن نیز گزارش داد صدور حکم‌هایی مانند حکم دیوان کیفری بین‌المللی باعث می‌شود از یک سو آینده پروژه صهیونیستی در منطقه به خطر افتد و از سوی دیگر پایگاه مشروع مقاومت تقویت شود. این حکم برجسته ترین حرکت در برابر استعمارگران انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی به شمار می رود که یهودیان را از اروپا به فلسطین منتقل کردند تا رژیم صهیونیستی را تشکیل دهند، اما نتوانستند مانع مقاومت ملت فلسطین شوند. روزنامه المراقب العراقی گزارش داد رژیم صهیونیستی به تازگی برای کاهش فشارهای وارده از سوی محور مقاومت علیه این رژیم تهدیداتی را ضد عراق مطرح کرده است. این در حالی است که عملیات نیروهای مقاومت اسلامی عراق در راستای حمایت از ملت‌های مظلوم فلسطین و لبنان انجام می شود. عراق این تهدیدات را جدی گرفته و به آنها پاسخ خواهد داد. دشمن صهیونیستی به دلیل شکست‌های میدانی و سیاسی تلاش می‌کند با مطرح کردن چنین تهدیداتی رو به جلو فرار کند. روزنامه یمنی المسیره نوشت بعد از گذشت بیش از 1 سال از آغاز جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی در منطقه چیزی جز شکست‌های میدانی در عرصه نظامی و تحت پیگرد قرار گرفتن در عرصه بین‌الملل نصیب مقامات این رژیم نشده است. عملیات‌های پی در پی نیروهای حزب الله باعث تضعیف ارتش رژیم صهیونیستی و آغاز یک جنگ